السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال از قیستقوز خوجند. یکم سوال: کنز الحسین چی کتاب است؟ آیا خرید و فروش او و استفاده او، پول او، حج از پول وی می روند درست است یا نه؟ نه درست است برادر عزیز. کنز الحسین همه شما می دانید که کتابی هست که بسیارتر گویم با او دلگرمی ها و دلخنکی ها همه از همین کنز الحسین است. به این خاطر این خرید و فروش جایز نیست دادر عزیز، پولش هم برای شما حلال نیست. و آن کسانی که حج می روند حساب کنند که حج از گردنشان ساقید، لیکن پاداش حج در نامه اعمالش نیست. عبادت میکنی لیکن خالی از اجر هست. برای همین اینا جایز نیست اینها را خرید و فروشش. دوم، یک داملا در طرف شمال جمهوری هست، کم طرف خودشون گفته است. خب تومار میدهد، میگوید که در 150 کار کشایش میدهد، حقیقت دارد یا ندارد؟ راستی بر من همون تومار کتابهایی که هستند اونا را از نظر گذرانیدگی هستم، لیکن تا حال در یگان نسخه وی نخواندم که در 150 یا 200 کار شما کشایش باشد. اینا نبودن در کتابها، اینا خودی بافته همونا هست که خریدار زیاد شود. این دیگر یگان معنا ندارد. فقط خدا رحمت کند صاحب فقه و سنه را سید سابق در کتاب خودش میگیره که اگر آیت قرآن باشد در همون نسخه های توماری که می نویسند، اگر همون آیت قرآن باشد اجازت میدهد. دیگر هر گونه رقم ها و سخیمه هایی که در کتاب ها آوردن اونا را کلا از جمله شرکیات میدانند و اونا را گفتن دربر نکنید.